از یک سو اساس ملیت ایرانی و کلیه ارزش‌های تاریخ، تمدن و فرهنگ ملی ما از داخل مورد حمله قرار گرفته و از جانب دیگر بر اثر انزوای سیاسی، هرج و مرج اجتماعی، فاجعه اقتصادی و سقوط حیثیت بین المللی مملکت، تمامیت ارضی میهن ما از خارج نیز دستخوش تجاوزی شده است که ما آن را محکوم می‌کنیم. خوب می‌دانم هیچ یک از شما که دلهایتان آکنده از میهن پرستی و غرور ملی است و عمیقاً پایبند هویت ایرانی و آیین مقدس خیش در مفهوم واقعی و اصیل آن و دلبسته به مفاخر تاریخی و میراث فرهنگ خود هستید، خواهان پیدایش این وضع نبوده و نیستید، زیرا اصولاً هیچ ملتی تحت هیچ شرایطی نمیتواند خواستار چنین وضعی برای خود باشد. بدین جهت است که رنج‌های درونی شما را کاملاً احساس می‌کنم و اشک‌های پنهانی شما را به چشم می‌بینم و خود را شریک همه این غم‌ها می‌دانم، ولی بر این نیز واقفم که شما هم مانند من از ورای همه این تاریکی‌ها دیده به افق روشن فردا دوخته اید و در زوایای روح و قلب خود ایمان دارید که همانند سایر دوره‌های شوم گذشته در تاریخ کشور، این بار نیز دوران کابوس به پایان خواهد رسید و در صبح درخشانی که از پس این شام تیره می‌دمد، ما با توجه کامل به تجارب تلخی که در همه زمینه‌ها آموخته ایم، به یاری یکدیگر و با اتکاء به اراده ملی از طریق اصلاحات منطقی که باید با مشارکت قاطعانه همه مردم صورت بگیرد، به آرزوها و آرمانهای خود پاسخی شایسته خواهیم داد و ایران تازه‌ای بر اساس آزادی، قانون و عدالت و با برخورداری از اسلام واقعی، یعنی اسلام معنویت، محبت و گذشت خواهیم ساخت که سرزمین مردمی مرفه و سرفراز باشد و مقامی را که شایسته آن است در جهان احراز کند. در این لحظه آغاز مسئولیتی بزرگ در برابر خاطره پر افتخار همه جانبازان و قهرمانان تاریخ این سرزمین که در راه دفاع از استقلال ایران جان سپردند و برای همیشه در مرز و بوم مقدس خود به خاک رفتند، سر تعظیم فرود می آورم. به شهیدان دلیر ارتش ایران و همه میهن پرستان دیگری که در 20 ماهه غم‌انگیز گذشته به جرم وفاداری به شرافت ملی خود جان باختند ادای احترام می کنم و خود را شریک آلام خانواده‌های رنج کشیده آنان می دانم که مانند خود من در ماتم وجود بسیار عزیزی هستند که او نیز در اندوه و نگرانی دائمی که از سرنوشت شوم وطن داشت، شعله حیاتش با مرگ زودرس خاموش گردید. به همه افراد نیروهای مسلح که با وجود تحمل همه گونه بی‌عدالتی، تأخیر و توهین به هنگام بروز خطر دلیرانه به خاطر دفاع از مرزهای کشور خویش و حراست تمامیت ارضی آن به پا خواستند، درود می‌فرستم و به شهامت آنان افتخار می‌کنم.
در کشاکش روزگاران مردم پاکسرشت ایران زمین حماسه های فراوانی آفریدند. شاید مقدر این باشد که ملت بزرگ ما امروز نیز به خاطر نجات ایران حماسه دیگر بیافرینند و شناختی تازه از ایران و ایرانیان به جهانیان عرضه دارند. من که اکنون به فرمان تاریخ مرحله نوینی را در راه انجام وظیفه ملی خود آغاز می کنم، با تار و پود وجودم سروش این حماسه سرنوشت ساز را به گوش شما می رسانم و به پاسخ مثبت شما که ندای شکوهمند هزاران سال افتخارات تاریخی است اطمینان دارم. در آفرینش چنین حماسه‌ای شما را به یکپارچگی ملی بر پایه برابری و برادری، دوری از کینه‌توزی و انتقامجویی و سایر جلوه‌های شوم اهریمنی دعوت می‌کنم. برای همه زنان و مردان ایرانی در هر جا که هستند آرزوی بهزیستی و بهروزی دارم و از همگی می‌خواهم که امید و اعتماد خود را استوارتر سازند و در هر شرایطی با غرور کامل در دفاع از تمدن و فرهنگ و حفظ ملیت و اصالت مذهبی خویش بکوشند و به همه نیروهای ملی در داخل و خارج کشور توصیه می کنم که صفوف خود را در راه نجات وطن فشرده تر سازند. ملت بزرگ ایران و سرنوشت تاریخ پر افتخار آن را که باید با سربلندی ادامه یابد به پروردگار یکتا می سپارم و از درگاه احدیتش مسئلت دارم که درهای رحمت خود را به روی همه ما بگشاید و با وجود دشواری‌های زیادی که در پیش داریم ما را در انجام وظایف ملی و انسانی خویش یاری فرماید. خداوند نگهبان ایران باد.
شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، صدا و چهره هنرمندان مورد علاقه خود را با کیفیت برتر و قیمت مناسبتر به شرکت چهره نما سفارش دهید.